و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طلب علم آیا فرض است و این حدیث هایی که در طلب علم آمده است و صحیح است یا نیست؟ البته حدیث هایی که طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمه، طلب العلم اطلب العلم ولو بالسین، این حدیث های ضعیف و بعضیش موضوع است و این حدیث ها حجت نیست. اما طلب علمی که علمی بگویم اصل باشد، اصل دین باشد، این فرض است. پس از این نظر فهمیده می شود که علم دو قسم است. علمی که آموختنش فرض عین است و این علم برای مسلمان بودن انسان داخل دارد و مسلمان نمی شود تا اینکه این علم بیاموزد یا که بفهمد. و یک نمود علمی هست که علم کفایه است، فرض کفایه است، به همه فرض نیست. بارک الله فیکم. طالب علم شدن، به یک جا رفتن و سفر کردن به همه فرض نیست، اما فهمیدن به همه فرض است. برای همین یک عده از انسان ها طلب علم میکنند و می آموزند و یک عده از مسلمان های عامه از همون علما اصول دین تعلیم میگیرند. از همین جهت است که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله وقتی که کتاب اصول دین را نوشتند، اصول الثلاثه، پیش بنویسند که فواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 4 مسائل. يجب على كل مسلم ومسلمة، یعنی فرض است به هر یک مسلم و مسلمه، هم زن و هم مرد، آموختن 4 چیز. یکمیش یعنی دانستن 4 چیز، بگیم دانستن 4 چیز. یکمیش علم است. علم چیست؟ معرفت الله، معرفت النبی، معرفت دین الاسلام با دلیل هایش، معرفت شناخت توحید. این همه بارک الله فیکم از علم هایی که فرض و آموختنش فرض است. آدم این نداند مسلمان نمی شود، کافر می شود. دلیل این است که الله سبحانه و تعالی در قرآن خودش میگه فعلم انه لا اله الا الله فاستغفر لذنبك. فعلم، بدون. الله بدون گفته است. از کجا میدونید؟ خود به خود دانستن ممکن است؟ ممکن نیست. خواب شبانه دانستن ممکن است؟ ممکن نیست. من شما به وحی نمی آید، من شما به ملائکه تعلیم نمیدن، از کجا میدونیم؟ از قرآن و سنت باید دونیم. قرآن و سنت آدم‌های عادی از پیش خود فهمیده نمیتوانند، زبان عربی بعضشون نمیدونن، این و اون. از همین جهت به واسطه علما میفهمیم. الله امر کرده است و دلالت به وجوب میکند. امر الله دلالت به وجوب میکند. خیلی که عقیده اهل سنت و جماعت همین است، در علم اصول فقه آمده است. الله امر کرده است که بدون چی را؟ بدون توحید را، بدون که نیست معبودی بر حق بجز الله. و بعد از این استغفر الله گو، بعد از این عمل کن. پیش از عمل کردن، پیش از سخن کردن، آدم باید علم داشته باشد. خیلی که حتی امام بخاری در کتاب صحیح بخاری ذکر کردن العلم قبل القول والعمل. علم پیش از سخن کردن و عمل کردن است. پس این آیت دلالت میکند که آموختن علم اصول دین، علم توحید، آموختن علمی که آدم را مسلمان میکند، که نفهمیدن و نه آموختنش و ندانستنش آدم کافر میکند، این علم به همه مسلمان فرض است. همون علم کدام است؟ دانستن معنای لا اله الا الله است، دانستن رکن لا اله الا الله است، کفر بالطاغوت است. بارک الله فیکم. دانستن توحید و دانستن شرک است. برای اینکه شرک آدم باید آموخته، فهمیده، دانسته ترک کند. شرک قصدن دیده و دانسته ترک کند، مسلمان میشه. اما شرک نفهمیده، ندانسته به شرک واقع شود یا که ترک کند، در هر دو حالت هم انسان مشرک میشه. پس بارک الله فیکم، آموختن علم که آدم مسلمان میکند، علمی که برای مسلمان شدن انسان ضرور است، این البته فرض عین است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.